فرض کنید قراره با خانواده و دوستانتون دور همدیگه جمع بشین. پس تصمیم میگیرین به یک باغ ویلا برین و حسابی تفریح کنین و خوش بگذرونین. مالک باغ مردی اهل ارومیه است که خودش توی ارومیه سکونت داره، اما آخر هفته ها به همراه خانواده‌اش به باغش میره. 2 روز از تفریح این افراد میگذره و بقیه هرچی با اینا تماس میگیرن کسی جواب نمیده و 48 ساعت از این افراد که 4 مرد و 2 زن بودن هیچ خبری نمیشه. کیس امروزمون یک کیس تازه و داغه که مربوط به مرگ عجیب و معمایی 2 زن و 4 مرده که روز یکشنبه جسد بیجان اونها به طرز عجیبی توی باغ ویلایی در یکی از روستاهای ارومیه کشف میشه. پزشکی قانونی هنوز علت مرگ این افراد رو پیدا نکرده، ولی شواهدی داریم که میتونیم علت مرگ اونها رو پیدا کنیم. اینجا اسکایلیده و ممنون میشم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. حوالی ساعتهای 15 روز یکشنبه 31 فروردین ماه 1404 به اورژانس استان ارومیه خبر رسید که 6 نفر شامل 2 زن و 4 مرد در خونه باغ روستایی در روستای آده بزرگ در مسیر ارومیه تبریز به طرز مشکوکی جان خودشون رو از دست دادن. دقایقی بعد از خبر میگذشت که امدادگران اورژانس از یک طرف و ماموران پلیس از طرف دیگه خودشون رو به محل حادثه رسوندن. اونجا خونه باغی بزرگ بود که شواهد نشون میده مالک اونجا توی شهر ارومیه سکونت داره، اما معمولا در تعطیلات آخر هفته با خانواده‌اش به اونجا میرن. امدادگران زمانی که وارد خونه میشن با صحنه هولناکی مواجه میشن. یکی از جسدها به صورت درازکش جلوی در افتاده بود، دیگری در حالت نشسته روی مبل جونش رو از دست داده بود. یکی دیگه از قربانیان در آشپزخونه فوت شده بود و بشقاب شکسته شده‌ای که روی زمین بود نشون میداد بشقاب از دستش افتاده. پیکر 2 قربانی دیگه هم در حالت درازکش در یکی از اتاق‌ها کشف شد و 6مین قربانی هم پسری 18 ساله‌ای بود که در گوشه‌ای از اتاق افتاده و مرده بود. شواهد نشون میده که قربانیان بین 18 تا 40 سال سن داشتن. هرچند فرضیه‌های مختلفی راجع به مرگ این افراد گفته شده بود، اما هیچ کدومشون تایید نشد و همش توسط پزشکی قانونی رد شد. حالا بیایید دلایل منطقی و تئوری‌هایی رو راجع به این پرونده بررسی کنیم. شاید توی نگاه اول با خودتون بگید که خب ممکنه که یک قتلی اتفاق افتاده باشه، اما باید بهتون بگم که رد هیچ گونه زخم و حتی یک خراش ریز هم روی جسد بیجان این قربانیان پیدا نشده. پس تصمیم میگیریم که اونها به قتل نرسیدن. فرضیه بعدی اینه که میتونیم بگیم اونها دچار گاز گرفتگی شدن، چون قسمت عجیب و دارک ماجرا اینجاست که همه جسدها به طور همزمان جون خودشون رو از دست دادن که یکم مسئله رو پیچیده میکنه. تا الان این 2 دلیل مطرح شده، ولی هنوز هیچ اطلاعات دقیقی راجع به مرگ این 6 نفر وجود نداره. حتما شما اگه تئوری دارید داخل کامنت ها واسم بنویسید تا توی یه ویدیوی دیگه حتما همشون رو بررسی کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.